با سلام خدمت شما دوستان گرامی، من سید حمید حواجی هستم و در این ویدیو میخوام راجع به کلاهبرداری به اسم رامین دلاوری با شما صحبت بکنم. این کلاهبردار خیکی ساکن آمریکاست و صاحب تلویزیون ماهواره ایران بی‌مرز. این میاد جلوی دوربین میشینه و خودشو به عنوان وکیل امور مهاجرت جا میزنه و با حربه اخذ ویزای ارزان قیمت و مهاجرت ارزان قیمت به کشورهای طراز اول جهان مثل آمریکا و کانادا و آلمان و فرانسه سر خیلی‌ها رو تونسته در ایران و افغانستان کلاه بذاره. خب از سال 88 89 همین تلویزیون داره و در قاب تلویزیونش ظاهر میشه و کلاهبرداری میکنه تا امروز 16 آبان 1403 که من با شما صحبت میکنم همچنان این شیاد داره مالباخته میده بیرون. وظیفه خودم دونستم با توجه به مطالب جدیدی که دائما داره ایندکس میشه توی موتورهای جستجو از شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و من میخونم و چک میکنم این مطالب رو، میبینم که مالباخت‌ها کماکان هی دارن اضافه میشن. خب اینا گروه تلگرامی هم دارن، مالباخت‌ها کانال دارن تو اینستاگرام با هم در ارتباطن. مطالبش این که خوندم فهمیدم چیزی در حدود 1500 نفر هستن در استان‌های بزرگ کشور. چی بگم، در سال 1403 که خیلی راحت میشه با این مبلغ اندک آنلاین شد، ولی بعضی همچنان چشم گوش بسته پول میریزن به افرادی که حتی نمیدونن جواز کسب مثلا داره یا نه، چقدر اصلا اطمینان میشه داشت، از کجا باید اطمینان داشته باشیم که این پولی که دادیم اصلا ما رو کاری بتونه انجام بده، کی میخواد تضمین بکنه. پول ریختن مبالغ بین 8 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان. البته میلیاردی هم مالباخت درشون هست و یه تعدادی مثلا مریض بودن یا اینکه بچه سرطانی داشتن به امید اینکه خب پول زندگی رو بفروشن بتونن راحت برن کشور خارجی، هم زندگی مثلا خیال خودشون راحت تر داشته باشن و بتونن بچه‌شون رو نجات بدن، اومدن مبالغ رو ریختن به حساب مرتبطین این شخص و متاسفانه ازشون کلاهبرداری شده و نه تنها نتونستن کاری برای بچه‌شون انجام بدن، بلکه حالا آلاخون بالاخون هم شدن، بیخونه شدن و بیجار شدن. خیلیا متاسفانه اینجوریش آمار کمی نبینید. اینو صحبت از 1000 نفر که من دارم خدمتتون عرض میکنم، ببینید چند هزار نفر ازشون کلاهبرداری شده در طول این سالها که هزار خورده ای نفرشون اومدن رسما پرونده با عنوان اتهامی کلاهبرداری در مراجع عدلی علیه رامین دلاوری شیاد به راه انداختن و جاری کردن. خب آمریکا خودش عضو پلیس اینترپل، نمیدونم حالا پلیس ایران چه کار تونسته بکنه واسه این مالباخت‌های عزیز، نمیدونم واقعا اعلان قرمز براش دادن تو پلیس اینترپل یا نه، ولی فکر میکنم یه دولت کشور مقتدری مثل ایران بتونه هر طریقی شده همچین آدمی رو برگردونه از آمریکا. یه همچین شیاطی که انقدر پول مردم رو بالا کشیده که شبیه گوساله شده قاب تلویزیون جا نمیشه و خیلی عذر میخوام بشکه تاپاله است و از بالا تا پایینش تو شروده است، انقدر که مال کلاهبرداری خورده. این چه ارزشی داره واسه آمریکا که بخواد مثلا حفظ بکنه اینو؟ حتما اگر که مسئولین عزیز، مسئولین قوه قضاییه تلاششون بکنن میتونن اینو بیارنش برش گردونن و محاکمش بکنن. امیدوارم که همچین اتفاقی بیفته. یه عده خیلی زیادی در به در شدن، سکته کردن، مال اموالشون رو تا ریال آخر باختن و این آقا ازشون کلاهبرداری کرد. آقا که چی بگم، این مردک خوک صفت کثیف ازشون کلاهبرداری کرده و در به در دادگاهان هنوز به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیدن. البته قانون اومده اکثر مرتبطین این خیکی رو تو ایران دستگیر کرده، صاحبان حساب رو مستقیم که نمیتونستن براش پول بزنن، که یه سری آدم رو اجیر کرده توی داخل، مثلا میشین درصد داده که بیان پول مردم رو بگیرن و برن طریق صرافی انتقال بدن بهش و مثلا درصد خودشون هم بردارن. خب اینا به دام افتادن، بیشتر از 90% به دام افتادن. یه عده‌ای به پولشون رسیدن، اونا که زود اقدام کردن، ولی یه عده‌ای هم خب مالباخته شدن، کلا زندگیشون از دست دادن. در بین اینا یه تعداد قابل توجهی بیمار سرطانیه، یعنی مثلا طرف خودش سرطان داشته واسه برای درمان مثلا خیال کرده که با 50 میلیون تومان 60 میلیون تومان میشه رفت مثلا واقعا شهروند فرانسه شد.
چی بگم، خود ساده دلن مردم، گله نمیشه کرد ازشون. واقعا مردم هممون همینجوریم دیگه. یا خود باید اطلاع رسانی میشد، واقعا انتظار از رسانه ها بیشتر بود. انتظار میرفت که اسم این شخص رو بیارن. روزنامه همشهری رفته، روزنامه شرق رفته رسما، و یه سایتی هست مرتبط با قوه قضاییه فارس، استان فارس اومده اونجا رسما. سایت قوه قضاییه استان فارس اومده اسم آقای رامین دلاوری، اسم این شیاد رامین دلاوری رو آورده. فقط همین یه سایت رو من میبینم که مرتبط یک ارگان دولتیه و رسما اطلاع رسانی کرده و اسم طرف آورده. ما بقیه رسانه ها هر کدوم که مصاحبه کردن با مال باخت‌ها و صحبت کردن راجع به این موضوع، مخفف اسم این مردک کثیف رو نوشتن. خب این بشکه مدفوع، خیلی عذر میخوام، من واقعا عبارات دیگه مثلا نمیتونم پیدا نمیکنم جز این بشکه مدفوع، این کاسه نجاست که اسمش رامین دلاوریه، یه تعداد زیادی رو مال باخته کرده. عدد و رقم فراتر از چندین هزار نفره. فرض کن از سال 88 89 طرف نشسته شروع کرد کلاهبرداری و تا الان همچنان ادامه داره. بعضی موقع هم اسم کانال و تلویزیونشو از ایران بی‌مرز میذاره ویزا تو کانادا. آگاه باشید اگه تو ریسیورتون دیدید حتما بدونید که یه شیاد کلاهبرداری بیش نیست. البته یه دقیقه نگاه کنیدش، تلویزیونش یک دقیقه فقط باز کنید نگاه بکنید، از رفتارش و طرز صحبت کردنش، از ریخت و قیافش کلا میفهمید که این اصلا هیچ کار است، همون کاسه مدفوعه نهایت. و واقعا ببینید چقدر ساده دل بودن بعضیا که متاسفانه در دام این مرتیکه گرفتار شدن. آمریکا هم عضو پلیس اینترپل هست. من تو اینترنت نگاه کردم، اول فکر کردم که عضو پلیس اینترپل نیست و نمیشه ایشونو گرفت. بعدا دیدم که نه، عضو پلیس اینترپل هست و این قرارداد بین‌المللی امضا کرده آمریکا. اکثر کشورها عضون و اگه قوه قضاییه بخواد، شاید هم تا الان تلاششون کردن، موانع قانونی بوده مثلا سمت آمریکا که نتونستن بکشوننش داخل و برش گردونن دلاوری رو. حتما موانع قانونی بوده، وگرنه که قضات محترم حتما پیگیری کردن این موضوع رو تا صدور اعلان قرمز پلیس اینترپل. و عجیبه که اگر این کارو نکرده باشن، ولی به نظر من 99% این کار کردن. البته من که اطلاع ندارم، ولی به نظرم میاد که این کار کرده باشن. امیدوارم که بتونه قانون در آینده نزدیک این مرتیکه رو بکشونه به داخل و محاکمش بکنه، حداقل دلشون خنک بشه. اگر هم قراره که به پولشون نرسن، این به سزای اعمال ننگین خودش برسه. و خیلی از مسائل ما نمیدونیم، مثلا طرف میگم مال باخته شده و مثلا شاید سکته کرده، تمام زندگیش یارو باخته. من مطالبش تو روزنامه مصاحبه کردم با مال باخته‌ها، یکی دو تاشو خوندم، اصلا وحشتناکه. طرف 2 تا بچه مریض داشته، خانومی بوده، خونه مثلا ویلاییش تو تهران میفروشه، فرش زیر پاش هم میفروشه، طلا جواهر همه چیشو میفروشه به امید اینکه پول بده به یه آقا ببرتش آمریکا. بعد مثلا نرسیده به آمریکا، هنوز خودش نرسیده به آمریکا، مثلا این دلاوری اونجا براش خونه بخره که بیجا نمونن، اذیت نشن. مثلا در این حد ساده تمام زندگیشو کارت به کارت کرده، رفته بانک ریخته به حساب آدمای ناشناس و رسیدش مثلا به ایشون فرستاده و گفته که آقا مثلا من فلان میلیارد تومان ریختم، حالا بیا منو ببر آمریکا. حالا این از مالباخته میلیاردیه، یک مورد از مالباختگان میلیاردی این شیاده. مابقی بین 8 میلیون تا 100 میلیون 200 میلیون تومان اکثرا مالباخته‌ها و همین مبالغه. توی شبکه‌های اجتماعیشون من رفتم مالباختگان رامین دلاوری، صحبت از همین مبالغ اکثرا. خدمتتون عرض بکنم که یه تعدادی اصلا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن، میگم پول هاپولی شده و انتقال داده شده و کارش نمیشه کرد متاسفانه. امیدوارم که شما عزیز بیننده که احتمالاً شاید اولین باره که اسم این شخص شیاد رو میشنوید، شاید هم میشناختش از قبل، نمیدونم، ولی متاسفانه کماکان هنوز داره کلاهبرداری میکنه. اگه کسی از اقوامتون
هیجانی داره رفتار میکنه، احساسی داره رفتار میکنه، ممکنه در احتمال بدید که در دام همچین شیادهایی گرفتار بشه، حتما نسبت به این موضوع بهشون اطلاع بدید. به هر حال یه جوشش درونی، اتفاقاتی در درون آدم میفته، آدم یه موقع‌های عصبی از جامعه و دلش میخواد به هر طریقی شده مهاجرت بکنه. اینجوری میشه که اینجوری شده اصلا خیلی مال باخت شدن دیگه. خلاصه که یه مقدار تلاش بکنید که اطلاع رسانی بشه. من مثلا خودم خواستم که وظیفه‌مو انجام بدم. به هر حال باز هم من ویدیو میذارم، این پایان ماجرا نیستش، باز هم سعی میکنم که مطالبی که ازش دستگیر میشه بیام بگم و صحبت بکنم راجبش. حتی ممکنه احتمالش هست که با بعضی از مالباخت‌ها بتونم ارتباط بگیرم، حتی کانال‌های تلگرامی و تو اینستاگرام اینا بتونیم با هم صحبت بکنیم و ویدیوشو بذارم تو اینترنت. روزگار بر شما خوش.